سلام، من بیتا غیور هستم به همراه همسرم آرش کرمانی در خدمت شما هستیم با یه ویدیو جذاب و دلی. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که خب ما تو فایلامون زیاد گفتیم که بیاین توجه کنید به زیبایی ها، توجه کنید به داشته ها و خواسته ها. اما در مورد این موضوع امروز میخوایم بیشتر صحبت کنیم. قبل تر از توجه به زیبایی ها و داشته ها اینه که در انسان چشم زیبابین وجود داره یا وجود نداره. حضور چشم زیبابین در انسان یه فرصتیه که جهان هستی به همه کس نمیده. پس اینکه ما بیایم صدها ساعت صحبت کنیم که توجه تو بذار رو زیبایی ها، توجه تو بذار رو نکات مثبت همسرت، خانواده همسرت، نمیدونم زندگی، توجه تو بذار رو داشته ها. کسی که چشم زیبابین نداره همچین فرصتی نداره، همچین امکانی در وجودش واقعا نیست که بخواد توجهش رو بذاره رو زیبایی ها. حالا چرا این فرصت نیست؟ به خاطر اینکه جهان هستی طبق قوانینش این فرصت رو تنها به انسانهایی میده که از خواب ذهن بیدار شدن. چرا؟ چون ذهن تمام این لحظه تمام توجهش روی ندارم هاست، روی نرسیدن هاست، روی کمبوده و ما اگر صاحب دنیا باشیم باز این ذهن ما هر لحظه داره به ما میگه که یه چیزی کمه، یه چیزی زشته، یه چیزی نیست. پس تنها این فرصت به کسانی داده میشه که بتونن زیبایی ها رو ببینن که اول از این خواب ذهن بیدار بشن. پس ما باید بیشتر روی این نکته تمرکز داشته باشیم، صحبت کنیم که خواب ذهن چیه؟ اصلا مگه من و ذهن با هم یکی نیستیم؟ مگه حرفایی که ذهن داره این لحظه به من میزنه خود من نیستم؟ خب امروز میخوایم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. خیلی هم عالی. خب موضوع شفافیه. ما میدونید که همیشه در مورد این موضوع به شکل و شمایل متفاوتی صحبت کردیم، مثالهای خیلی زیادی مطرح میشه تا هر کی از دید خودش بتونه درک بکنه قانونو و بتونه با استفاده از قانون زندگی خودش رو خلق کنه. یک بار اگر بخوایم خیلی سریع قانون رو مرور بکنیم، ما هر لحظه داریم با افکار و کانون توجهمون زندگیمون رو خلق میکنیم. زندگی ما از یک لحظه بعد و لحظه بعد و یک دقیقه بعد و ساعت و روز و هفته های آینده الی آخر میشه زندگی ما. یعنی پس هر آن چیزی که همین الان هست ما با توجه به مواردی که خودمون تمرکز روش گذاشتیم خلقش کردیم، توجه کردیم، خلقش کردیم و معنی عدالت خداوند هم غیر از این نیست. یعنی شما در هر کتاب آسمانی یا در هر کتابی از بزرگان مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، معنی عدالت یعنی همین و جز این نیست که شما یا من یا هر کسی میتونه زندگی خودش رو با کانون توجهش خلق بکنه. خب حالا این که چجوری میشه یک نفر که در خواب ذهن نتونه به اون چیزی که میخواد توجه بکنه، یک موضوع کاملا طبیعیه. چجوری طبیعیه؟ یعنی من الان یه سری مشکلات دارم در زندگیم، وقتی که به من گفته میشه یا من یه جایی میخونم یا میبینم که اگر توجهمو ببرم روی زیبایی ها همه چی عوض میشه، در واقع از دید من زیبایی در اون لحظه وجود نداره که. یعنی من هر چی نگاه میکنم میبینم چون چشم بدی که بود مرا حسن تو در حجاب شد. میشه این بیت کلیدی. یعنی اون چشمه چون بده حسن در حجابه. دوختم آن دو چشم را چشم دگر گشودم. واسه چی؟ واسه این که بتونم از خواب ذهن بیدار بشم. هیچکی نمیتونه بگه من تو زندگیم هیچ زیبایی نیست. هیچکی نمیتونه بگه من هیچ نعمتی تو زندگیم ندارم. یعنی همین الان در بدترین شرایط اگر شما حتی کارتون خواب هم هستی، اگر 5 دقیقه با من روبرو بشی، 5 دقیقه با هم صحبت بکنیم، مگر اینکه منطقی نباشی، یعنی بخوای مثلا مغلطه بکنی و بگی نه مثلا این چه زیباییه، این مثلا اصلا چه اهمیتی داره. ولی همون کارتون خواب هم اگر بخواد از اون خواب ذهن بیدار بشه و توجهش رو بذاره رو زیبایی‌ها و خواسته هاش، بی نهایت مواردی پیدا میکنه که بتونه توجه بذاره. این به نظر من چیزی که من متوجه شدم از گفته‌های همسرم اینه که ما به این شکل بتونیم از خواب ذهن بیدار بشیم و اون چیزهایی که میخوایم، اون نعمت‌هامون رو ببینیم تا بعد بتونیم لحظه‌های بعد زندگیمون رو خلق بکنیم. درسته؟ این که
اینکه ما در خواب ذهن هستیم یعنی اینکه من یه صداهایی تو ذهنم هر لحظه هست. حالا این صداها بیشتر یا داره در مورد زیبایی ها صحبت میکنه یا داره در مورد کمبود ها صحبت میکنه، هر طور که من تربیتش کردم. و به هر حال این صداهایی که در وجود من هست از شخص من نیست. من یه چیزی فراتر از ماده و ذهنم. پس من ذهن نیستم. این صداهایی که در سر من هر لحظه هست اینا تراوشاتی از ذهن منه، از حقیقت وجود من نیست. حقیقت وجود من یه آگاهیه که میتونه این ذهن رو مشاهده کنه. یعنی شما در لحظه میتونید تمام صداهایی که هست الان تو سرتون، چه داره شما رو مقایسه میکنه، چه داره بهت میگه که تو چقدر لایق این زیبایی ها هستی، در حقیقت شما به عنوان اون آگاهی حقیقی میتونید این صداها رو مشاهده کنید. وقتی این مشاهده رو ما نداریم خودمون رو با این ذهن یکی میدونیم. وقتی من خودم رو با ذهن یکی بدونم، اگر که به من بگه تو چقدر چاقی، خب من چون خودم رو با ذهن، با صداهایی که این لحظه از ذهن من داره تراوش میکنه یکی دونستم، احساسم بد میشه، حالم بد میشه. و خب این احساس بد و این حال بد چی میشه؟ باعث میشه که من توجه و تمرکزم روی چاق بودن باشه و اتفاقا چاق شدن و ناسالمی بیشتری رو برای بدنم جذب کنم. اما وقتی که خودم رو با این ذهن یکی نمیدونم، خب این صداهایی هست که شاید همه ذهنها دارن، اینکه صاحبش رو با کسی مقایسه کنه یا اینکه دائما توجهش رو کمبودها باشه. یعنی این ذهن حتی در اون آدمی که این لحظه بزرگترین جایزه المپیک رو برده هم هست، یعنی در اون لحظه دائما داره صاحبش رو مقایسه میکنه، داره بهش میگه که این کاری که کردی خوب نبود، کاش که این حرکت رو انجام میدادی، تو به اندازه کافی تلاش نکردی. کسی که الان بهترین جایزه المپیک دستشه، ذهن اون هم این ویژگی ها رو داره، چه برسه یه آدم طبیعی. حالا موضوع اینه که من اگر که این آگاهی رو، این حقیقت خودم رو پیدا نکنم و خودم رو با ذهنم یکی بدونم، تمام لحظات زندگی من تجربه یک درد، یک کمبود، یک نداشتن، یک نرسیدنه. و گفتم من اگر صاحب دنیا هم باشم، یعنی ثروتمندترین زن دنیا باشم با بیشترین امکانات، به خاطر اینکه در خواب ذهن و یکی دونستن خودم با ذهنم هستم، من احساس رضایت، احساس حال خوب ندارم و هیچ وقت آرامش رو، شادی حقیقی رو تو زندگیم تجربه نمی کنم. خیلی از ما فکر میکنیم اگر فلان مثلا بازیکن فوتبال الان خیلی معروفه، قطعاً خوشبختی دست اون آدمه، قطعاً بهترین زندگی رو این لحظه داره. اما میخوام بگم که اگر هر آدمی این لحظه در خواب ذهن باشه، امکان نداره که احساس خوبی داشته باشه با وجود داشته هاش. چرا؟ به خاطر اینکه من تو خواب ذهن اصلا داشته ای نمیبینم، دائما دنبال نداشته هامم، دنبال اینم که یه چیزی به دست بیارم. اینی که الان هست خوب طبیعیه، همه دارن، کافی نیست، یا اگر دارم اوکی، من یه چیز دیگه میخوام. اینه که دائما حال طرف مقابل خوب نیست یا حال ما خوب نیست. پس خیلی مهمه که ما آگاهی داشته باشیم بر این ذهن و اون اصل حقیقی خودمون رو بیایم از این ذهن جدا کنیم. یعنی اینکه من ذهنم هستم میشه یه زندگی سرشار از افسردگی. چرا؟ چون ذهن هر لحظه داره صحبت میکنه، هر لحظه داره طبق ورودیایی که طبق رسانه، طبق مقایسه هایی که پدر مادر ما رو طی بچگی کردن، گفتن تو بعد اینجا قبول شی، اگه اینجا قبول نشی دخترمو دستو بهتره، دائما داره با ما حرف میزنه، داره از کمبود میگه. و من وقتی خودم رو بگم من ذهنم، یه خانومی میشم پر از دارم گوش میدم دیگه، این داره حرف میزنه منم میگم چشم، این داره راست میگه، این منم که دارم حرف میزنم، میشم یه خانومی که
نه خواب دارم، نه حال خوب دارم، نه میخندم، دائما طلبکارم، دائما در حال غر زدن هستم، دائما در حال کمبود دیدن تو همسرم هستم، دائما نقاط ضعف بچه‌مو میبینم. یعنی هر کی که منو میبینه، مخصوصا همسرم، دائما دلش میخواد از من فرار کنه. یعنی هر جایی باشه جز محیط خونه، پیش هر فردی بره جز این که پیش من باشه. و خب حضور در خواب ذهن شروع لحظه به لحظه تمام رنج‌ها در تمام ابعاد زندگیه. خیلی هم عالی. خب من به زاویه دید خودم اینو بهش میگم نجوای ذهنی یا نجوای شیطانی. به قول قرآن زمانی که آدم باید هبوط میکرد به زمین، بهش گفت خب تو میری و فقط یه چیزی رو مد نظرت باشه که هدایت ما هر لحظه میرسن، اگر میخوای دریافت کن، اگر نمیخوای ایگنور کن. و بعد هم گفت که اینو یادت باشه که همیشه شیطان وعده فقر و فحشا میدهد، کمبود، نازیبایی میدهد و خداوند وعده فزونی و ثروت و برکت. یعنی از همون ابتدا تعیین تکلیف کرده اگر قراره در این عالم زیست بکنی، این بازی سر اینه، یعنی بازی سر کنترل ذهنه. اگر اجازه بدی ذهن تو رو مدیریت بکنه، خب حال روز 99% مردم رو داریم میبینیم، مثال نمیزنیم. اگر شما ذهن رو بتونی مدیریت بکنی، که در واقع همون شیطان که نفس و شیطان هر دو یک تن بودن رو بتونی کنترلش بکنی، زندگی تو به شکلی که میخوای خلق کنی. یا دوباره به قول قرآن میگه ما هیچ لحظه‌ای، هیچ وقت وجود نداشت که ما به پیامبرمون یک وحیی بکنیم و شیطان در دل اون پیامبر ما نفوذ نکنه، در ذهن اون پیامبر ما نفوذ نکنه و تلاش خودش رو انجام نده. یعنی این یه چیزیه که از همون ابتدا باز تعیین تکلیف شده. پس اگر ما بتونیم نجوای ذهنیمون رو کنترل بکنیم، که میشه معنی همون بیدار شدن از خواب ذهن، باز یه قدم دیگه نزدیک شدیم به خلق خواسته هامون. اگر نتونیم، یعنی اسیر ذهنمون باشیم، آن چیزی که میبینیم توی زندگیمون، اگر راضی هستیم نتیجه خلق افکار و توجه خودمون بوده، اگر راضی نیستیم گفتم اول نیستیم، اینه هستیم هم همونه. و این خیلی بازی قشنگیه، یعنی به نظر من بازی بسیار عدالت محور و قشنگه و هیچ دست دیگری، بچه‌ها اینو باور بکنید، هیچ دست دیگری در کار نیست و کاملا تمام امور در دستان ماست. حالا اگر شما اینو به یه نفر دیگه که توی مدار نیست بگی، اون هزار و یه دلیل منطقی براش داره ها، که مثلا دولت هم تاثیرگذاره، پس این تیمی که داریم با هم کار میکنیم چی و ولی همین الان اول کار رو درک نمیکنه. آن چیزی که همین الان هست که اگر تو فکر میکنی تاثیرگذاره، اون چیزی که تو خلقش کردی. یعنی اگر الان در یک تیمی، در یک فضای کاری، در یک بیزینسی، در یک خانواده‌ای داری زندگی میکنی که شرایط برات خوب نیست، همین ابتدا اگر بپذیری خودت خلق کردی، میتونه شرایط عوض بشه. یعنی قدم اول پذیرشه. این تکنیک رو من خواستم بگم لابلای حرفام که شاید این سوال به وجود بیاد. خب حالا ما فهمیدیم قانون چیه، باید چه کار بکنیم؟ خیلی شفاف و راحت باید بپذیریم آن چیزی که الان هست خلقیه که خودمون انجام دادیم تا بتونه زندگی درهای جدید رو به روی ما باز بکنه و ما بتونیم با کانون توجهمون زندگیمون خودمون رو خلق کنیم. حالا اینکه با کانون توجهمون چه چیزی رو داریم خلق می‌کنیم، این اشتباه برای خیلی‌ها شاید به وجود بیاد. مثلا شما به یه چیزی نازیبا داری توجه می‌کنی، این نیست که دقیقاً همون چیز نازیبا وارد زندگی شما بشه. یعنی میتونه بشه ها، ولی دست زندگی خیلی بازتر از این حرفاست. معمولاً این شکلیه که از اصل و اساس اون موضوع وارد زندگی شما میشه. مثلا شما در مورد یک فیلمی و خیلی بهش علاقه داری که اون فیلمه در مورد کمبودها خیلی در مورد صحبت میشه. حالا یه شخصیتیه، مثلا یه خانومه که داره مثلا در مورد کمبودها صحبت میکنه. اینکه تو یه خانومی بشی مثلا در مورد کمبودها زندگی مثلا کامل بشه، کمبود و نمیدونم نداری، اونا میتونه نباشه. اصل و اساس کمبود وارد زندگی شما میشه. یعنی شما به هر چیزی توجه میکنی میبینی نقص داره، کمه. یعنی اینجوری من میخوام قانون رو درک بکنید. یعنی ملا نقطه‌ای بهش نگاه نکنید که حالا مثلا من دارم یه چهره نازیبا رو در موردش صحبت میکنم، مثلا بچم به دنیا میاد نازیبا میشه. یعنی اینجوری میتونه بشه ها، ولی اصل و اساس اون نازیبایی وارد
زندگی شما میشه. ما مثال زیادی داریم که حالا در ادامه اگه فرصت بشه میتونم بهتون منتقل کنم. پس موضوع مهم اینه که ما اول به این درک برسیم که ما در یه خوابی فرو رفتیم که این خواب خیلی سنگینیه، خواب یکی انگاری با ذهنه و صحبت هایی که هر لحظه ذهنم داره میکنه رو با اون خودم رو یکی میدونم. وقتی اینو درک کنیم، الان این لحظه مشاهده‌گر ما فعال میشه. یعنی من الان با درک این آگاهی میتونم چشمامو ببندم، حالا صداهایی که در سرم هست رو نگاه کنم. شما تنها چیزی رو میتونید نگاه کنید که با شما یکی نیست، فاصله هست بین شما. پس وقتی که تو الان بتونی این صداها رو در سرت مشاهده کنی، خب میفهمی که این تا حالا یکی دیگه بوده که این حرفا رو به من میزده و من فکر میکردم خود منم. من فکر میکردم که این الان داره میگه تو چقدر حسودی، تو چقدر حسادت میکنی، این منم. در صورت که اصل حقیقی ما تکمیله، بی نهایت همه چی این لحظه هست، کامله در خود حقیقی ما. و خب اصلا حسادت و اینجور چیزا فقط گفته های ذهنه و اینو که شما درک بکنید، این اولین قدمه در درک خواب ذهن و پذیرش این که من الان در خواب ذهن هستم که دارم درد میکشم، این که این لحظه حالم خوب نیست، این که به هر چی میرسم یک روز خوشحالم، روز بعد خوشحال نیستم و طبیعی میشه. اینا به خاطر اینه که من در خواب ذهنم. این که بیماریای زیادی سراغ من میاد، این به خاطر اینه که من در خواب ذهنم. و خب آگاهی از این که من ذهن نیستم خودش قدم بزرگیه تو زندگی. یعنی من وقتی که فهمیدم این افکاری که در سر من هست در حقیقت من نیستم و این تراوشی از ذهن منه، خب خیلی به آرامش رسیدم. چرا؟ چون گفته هایی که ذهن میاد در مورد صاحبش میگه، تعاریفی که میکنه، ذهنی که مشاهده گر نداره کلا صاحبش رو خورد میکنه. یعنی کلا میگه از تو ضعیفتر اصلا وجود نداره. حالا شما فکر کن یه رفیقی داری، کلا این فقط داره ویژگی‌های منفی تو رو، یعنی تا میگی سلام، یعنی صبح تا چشماتو باز میکنی این شروع میکنه کلا ویژگی‌های منفی رو میگه، کلا در مورد ناخواسته ها صحبت میکنه، در مورد اینکه تو نمیتونی، تو تواناییشو نداری، ولش کن، کی حوصله داره، اصلا تو به این کارا نمیخوری، کلی از این حرفا میزنه. خب این اگه یک انسان باشه، شما حاضرید که یک لحظه تحملش کنید؟ اگر که عاقل باشید خیلی سریع با اون دوست قطع رابطه میکنید. اگر از هم جنس اون باشید که نه، اگر بیدار شده باشید. آره. اگر هم جنس باشید که نه، دیگه دقیقاً شما پاسخ مثل همی به هم میدید دیگه. آره دیگه، اون میگه بعد شما هم دقیقاً همینه دیگه. خواب ذهن یعنی وقتی که ما در خواب ذهنیم، ذهن میاد به من میگه که تو چقدر زشتی و من میگم آره راست میگه. مثلا برم این عمل جراحی رو بکنم خوشگل بشم، برم نمیدونم این قرص رو بخورم لاغرشم خوشگل تر بشم، برم از این لوازمای آرایشی بیشتر استفاده کنم که بیشتر مورد توجه. چرا؟ چون میگه تو چقدر زشتی. حالا قضیه ذهن و یه دوستی که نابابه و دائما داره به ما ویژگی های بدمون رو میگه، دقیقا همینه که من اگه در خواب ذهن باشم میگم دوستم داره درست میگه، من باید برم خودم رو تغییر بدم. و جالب اینه که ما وقتی در خواب ذهنیم هزاران عمل جراحی هم بکنیم، باز ذهن دوباره میاد میگه تو زیبا نیستی، باز بعد بری یه عمل دیگه بکنی، باز تو زیبا نیستی، دیدی فلانی به توجه نکرد به خاطر اینکه تو زیبا نبودی، به خاطر اینکه تو جذاب نبودی. و این داستان ادامه داره در خواب ذهن. حالا کسی که آگاه باشه میگه نه، همچین چیزی وجود نداره و این دوسته، این کسی که الان داره این حرف رو میزنه، من اگر بیدار باشم، مشاهده‌گر من، اصل حقیقی من مشاهده کنه، میبینه که این فرد مقابل یا این ذهن کلا داره چرندیات میگه، یعنی داره در مورد توهمات صحبت میکنه، در مورد چیزی که اصلا وجود نداره. من همین که هستم زیبام، من با همین امکاناتی که دارم میخوام شروع کنم. و در صورتی که ذهن میگه نه، تو امکاناتت خیلی کمه، نمیتونی شروع کنی. کسی که آگاهه میدونه این چیه؟ ذهنه، کلک ذهنه. میگه این کلک ذهنه، من ذهنم نیستم
و این ذهن برای شروع به همه میگه تو کافی نیستی و امکانات لازم رو نداری، پس من میام بر علیه این حرف عمل میکنم. اما کسی که مشاهده‌گر نداشته باشه و در خواب باشه، وقتی که ذهن میگه کافی نیستی، امکانات کافی رو نداری، سالیان سال استوب میزنه و هیچ وقت شروع نمیکنه. یعنی تفاوت افرادی که در خواب ذهنن، افرادی که درک میکنن که من ذهن نیستم، این درک اتفاق میفته، میفهمی که افکار، من این افکاری که این ذهن داره هر لحظه به من میگه پس من اینا هم نیستم، همین خودش احساس آرامش، شور و شعف و همه چی رو به آدم در لحظه میده. دیگه بعد مشاهده‌گر فعال میشه، اون اصل حقیقی شما نظاره‌گر میشه بر هر حرفی که این لحظه ذهنتون داره میزنه و خب پذیرش اتفاق میفته در زندگی و به تمام این قدم ها میگن بیداری. یعنی طرف بیدار شد، فهمید که ذهنش نیست. وقتی ما فکر میکنیم ذهنمونیم، ما فکر میکنیم جسممون هم هستیم. پس برای اینکه این جسم رو هزاران مدل آرایش کنیم، کلی قدم‌های متفاوت برمی‌داریم، در صورتی که همه ما دیدیم تهش دیگه آخر همه ما یه جاییم دیگه. یعنی جسممون در لحظه آخر از بین میره، یعنی هیچی نمیمونه. تنها چیزی که بعد از، یعنی که من همین لحظه فوت کنم، اول جسمم رو از دست دادم، این جسمم برای من نمونده. بعد کلی عمل جراحی و زیبایی و فلان اینا همه از دست داده شده، نه لباسم به درد من میخوره، نه امکاناتی که داشتم به درد من میخوره. تنها چیزی که به من کمک میکنه اون آگاهی و اون بیداریه که من دارم با خودم به جهان بعدی میبرم. اما اینا دلیل نمیشه که من الان توی این جهان هستم، بهترین خونه، بهترین زندگی، بهترین همسر و امکانات خوب رو برای جسمم، بهترین غذاها، بهترین لوازم آرایشی که به پوست من آسیب نمیرسونه و هر چیزی از جنس خوبش رو نداشته باشم. اینا دلیل نمیشه. دلیل محکم و موضوع مهم صحبت ما اینه که ما در خواب ذهن داریم از این امکانات استفاده میکنیم که اون ماشین، اون خونه، اون پول، اون ثروت، اون شهرت، تمام اینها فقط میان با درد دادن به ما، با رنج دادن به ما رو بیدار کنن، یا اینکه نه، من خودم رو با ذهنم یکی نمیدونم، من اون آگاهی حقیقی هستم، مشاهده‌گر بر افکارم هستم، بر ذهنم هستم. حالا اینجا هر امکاناتی خداوند به من بده، بهترین ماشین، بیشترین ثروت، هر آنچه که شما فکر می‌کنید الان اگه داشته باشین خیلی خوبه. اگر در بیداری باشم، من میتونم به بهترین شکل و پربرکت‌ترین شکل از این امکانات استفاده کنم که در مورد این موضوع تو دوره بیداری معنوی خیلی صحبت کردم. در مورد بیداری ذهن، در مورد بیداری معنوی. خب خیلی‌ها میپرسن بیداری معنوی یعنی چی؟ بیداری معنوی یعنی بیداری از ذهن، یعنی بیدار بشیم از این خوابی که فکر میکنیم اصل، اساس و حقیقت زندگی ما اینه. یه بار ما اگه از خودمون سوال بکنیم که خب اون چیه که لحظه مرگ وقتی که از من جدا میشه، نه قلب من میزنه، نه نفس من میزنه، نه جسمم به درد میخوره، هیچ، انگار اصلا نبودم. اون چیه؟ یه چیزی از ما میاد، اون آگاهیه، اون حقیقت منه که من توی این جهان فرصت بهم داده شده که به اون حقیقت دست پیدا کنم. وقتی من در خواب ذهنم، تمام زندگی میشه بخور و بخواب و توجه به جسم و هر تمایلات نفسانی که جسم میخواد. وقتی من در بیداری ذهن هستم، حتی اگر تمایلی هم داشته باشم، در مسیر خدمت به من اون تمایلات. گفتم دیگه هر امکاناتی، این بیداری مانع از این نمیشه که من از ثروت دوری کنم، من از جسم. اتفاقا وقتی ما بیدار میشیم از خواب ذهن میفهمیم که باید ورزش کنیم، همون اندازه که دندونای من به من خدمت داره میکنه ثانیه به ثانیه، منم بهش خدمت کنم و جبران کنم. بدن من هر اندازه که داره به من خدمت میکنه، هر لحظه و هر ثانیه که من اصلا آگاه نیستم تو بدن من داره چی میگذره،
من بیام جبران کنم و بهترین غذاها رو بخورم، بهترین امکانات رو استفاده بکنم، بهترین ماشین رو داشته باشم، بهترین. و خب تفاوتش اینجوریه دیگه، کسی که در خواب ذهنه و کسی که در بیداریه و این بیداری اتفاق میفته. خیلی هم عالی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. من دیگه صحبتی ندارم، موضوع خیلی ساده است ولی خیلی میشه در موردش صحبت کرد، میشه صدها ساعت در موردش صحبت کرد. توقع نمیره کسی که در ابتدای مسیر هست بتونه به همین راحتی از این موضوع رد بشه، ولی مطمئنم، یعنی این قول رو میدم به همه کسایی که تو این مسیر دارن تلاش میکنن، بعد از یه تایمی که حالا چند ماهی میگذره خودشون به این نتیجه میرسن موضوع چقدر ساده بوده، ولی بر اساس اعتقادات و باورها و آن چیزی که تا امروز دیدیم فکر میکردیم نه اشتباه هست و ذهن ما اصولا چیزی که فقط میبینه رو باور میکنه، چیزی که نمیبینه رو باور نمیکنه. و به قول قرآن باز هم اولین تعریف از مؤمنین کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مؤمنین کسانی هستند که به غیب ایمان دارن. این اولین تعریف خداوند از مؤمنین، که هر آن چیزی که شما نمیبینید خیلی مهمتره به نسبت آن چیزی که دارید میبینید. هر جا که هستید شاد و پیروز و سلامت و سربلند باشید. و صحبت پایانی منم اینه که میتونیم از خودمون یه سوال بپرسیم، اینکه آیا من این لحظه احساس خوب دارم از کوچکترین چیز، از خوردن یک آب، از نوشیدن یه چای، از همین چیزی که الان هست، این چیزی که همین الان دارم خوشحالم، احساسم خوبه، یا دائما دنبال اینم که برسم به قدم بعدی، به قدم بعدی، به قدم بعدی و هر چیزی که الان دارم رو طبیعی بدونم و احساس خوب نداشته باشم. این یه دونه سواله که میتونی از خودت بپرسی که ببینی آیا جهان هستی به شما این فرصت رو داده که چشم زیبابین داشته باشی و ویژگی‌های مثبت همسرت رو ببینی، یا این فرصت رو نداده. که اگر این فرصت رو نداده، بری تمام اولویتت رو بذاری رو کسب آگاهی و صبح تا شب توی این مسیر قدم برداری تا اینکه به این آگاهی برسی. وقتی به این آگاهی برسی، پایان رنج، به قول مولانا بیداری رو میگه پایان رنج در تمام ابعاد زندگی. حالا اینجا اگر یک مشاوری، یک انسانی، هر فردی بهت گفت که ببین اگه همسرت این نکته و این نکته، این ویژگی‌های بدو داره، بیا برو توجهتو بذار رو ویژگی‌های مثبتش. اونجا دیگه نمیخوای اون آدمه رو بزنیش که چی داره میگه، این خودش به قول استوری میدن تو استوریا به من میگن تو شکمت سیره و من تنها پاسخی که دارم میگم شکر خدا، آره همینجوریه که شما میگید. و این سیره نتایجیه که جهان هستی داره در ابعاد مختلفی به من میده و من لایقشم، لایق این شرایط هستم. اینجوری نیست که بگین جهان مثلا داره لطف، مثلا من زیباترم، حالا گفته اینو بیشتر به مثلا بیتا بدم، به اون کمتر بدم. نه، نتایجیه که طبق قوانینی که انجام دارم میدم، وقت دارم میذارم برای آگاهی خودم، برای زندگیم و نتایجشو دارم دریافت میکنم. حالا شما هم با پرسیدن این سوال میتونید متوجه بشید که جهان این فرصت رو به شما داده. اگر داده که خدا رو هزاران بار شکر، متوجه میشید که آرامشی که من دارم در موردش صحبت میکنم، این که بهترین همسر دنیا رو داشته باشید، اینجوری نیستش. من شنیده بودم قبلا میگفتن که مگه میشه هم خدا رو بخوای هم خرما رو، یعنی مگه میشه که یه همسری داشته باشی در ابعاد مختلف کامل باشه؟ ببین کامل بودن از نظر من با نظر شما خیلی فرق میکنه. همونطور که زیبایی از نظر من یه چیز دیگه است، از نظر شما یه چیز دیگه. ولی من وقتی به آگاهی رسیدم فهمیدم هم میشه خدا رو داشت، هم میشه خرما رو داشت و من همسرم در ابعاد مختلف بهترین همسر دنیاست و من لایق داشتن همچین همسری هستم. چرا؟ چون به جای اینکه بیام تغییرش بدم، اومدم خودم رو تغییر دادم، اومدم پذیرفتم که اگر این ویژگی منفی رو داره، من باید درونی خودم رو تغییر بدم به میزانی که من رو درون خودم، رو بیداری خودم
توجه کنم، تمرکز کنم، به من فرصتی داده میشه که چشم زیبابین داشته باشم. حالا که این فرصت به من داده شد، طبق قانون جهان میام توجهمو میذارم رو نکات مثبت همسرم و جهان فله‌ای به من کلی ویژگی‌هایی میده که همسرم اصلا من انتظار ندارم ها، ولی خودش انجام میده بدون اینکه من بیام بهش بگم این رفتار تو بد بود، این رفتار تو منو اذیت، اصلا لازم نیست. به اندازه‌ای که شما رو خودت، رو درونت، رو بیداریت وقت بذاری، همه چیز منفی از زندگی تو از بین میره. و اگر الان داری منفی میبینی و نمیتونی مثبت ها رو ببینی، یعنی فرصت به شما داده نشده و گفتم باید برین اولویتتون رو بذارین رو آگاهی و یه روز بیاین به من بگین من لایق داشتن این زیبایی ها هستم و اونجا که ما میتونیم با هم در مورد این موضوع خیلی صحبت کنیم. خیلی عالی. از دختر عزیزم هم تشکر میکنم، خیلی زمان گذاشت پشت دوربین، عزیز دلمه. در پناه خدا، خیلی. خدا نگهدار.